سلام، من امید هستم و توی این ویدیو قراره که نصب و راه اندازی اچ ای پروکسی رو انجام بدیم. همونطور که میدونید اچ ای پروکسی به دو روش سرویسی و کانتینری یا داکری میتونه بیاد بالا که توی این ویدیو ما به صورت داکری انجامش میدیم. برای این کار نیاز به یک داکر کامپوز داریم که سرویس هایی قرار داخلش بیاد و مشخص کنیم. اولین سرویسی که داریم خود اچ ای پروکسی هستش که با ایمیج 325 میخوایم بیاریمش بالا. اسم کانتینر رو اچ ای پروکسی گذاشتیم و دو تا پورت 80 و 8404 رو بایند میکنیم به داخل کانتینر که 80 همون فرانتمون میشه و 8404 استاتس اچ ای پروکسی هستش که در ادامه با هم دیگه میبینیم. همونطور که میدونید فایل های اچ ای پروکسی داخل فایل به اسم haproxy.cfg قرار میگیره که ما اینجا ماونتش کردیم به بیرون از کانتینر که بتونیم تغییرات رو توی اون بدیم و در لحظه داخل کانتینر اون ببینیم که این haproxy.cfg ماونت شده به مسیر داخل کانتینر که یوزر لوکال etc haproxy.cfg هستش. مقادیر دیگر هم گذاشتیم داخل داکر کامپوزیشن مثل ریستارت آلویز که به هر دلیلی کانتینر رو اومد پایین سرویس داکر اون رو بیاره بالا و نتورک مشخص کردیم که اچ پروکسی آندرلاین نت هستش. برای اینکه بتونیم ترافیکی به سمت اچ پروکسی و از اون به سمت بک اند داره میره رو ببینیم به صورت لایو، ما دو تا کانتینر به اسم وب 1 و وب 2 رو میاریم بالا که از ایمیج انجینکس آلپن استفاده کردیم و مقادیر دیگرش هم مثل اچ پروکسی هستش و در آخر هم اچ پروکسی آندرلاین نت رو مشخص کردیم که از نوع بریج هست درایوش. برای اینکه حالا داکر کامپوز رو بیاریم بالا یا باید با دستور داکر کامپوز پول ایمیجایی که داخل داکر کامپوز رو مشخص کردیم و بیاره بالا، یا اینکه خودمون دستی با دستور داکر پول ایمیجا رو از سایت داکر هاب دانلود کنیم که من قبلا این کار رو انجام دادم. پس فقط نیازه که با دستور داکر کامپوز آب دشتی کانتینر رو بیارم بالا. همطوری که میبینید وب 1 وب 2 و اچ پروکسی 2 ثانیه پیش اومدم بالا و الان اوکی هستیم. و اگر توی مرورگرم من آدرس آی پی این سرور و پورت 8404 رو بدم، باید استاتس اچ پروکسی رو ببینم. آی پی ماشین من هست 192.168.64.2 که این اینجا با پورت 8404 بزنم. همطوری که میبینید این استاتس اچ پروکسی هستش و مقادیر زیادی رو برامون اینجا مشخص میکنه که حالا توی ویدیوهای بعدی بهتر میتونیم در مورد با هر کدوم صحبت بکنیم. ولی الان چیزی که داریم وب 1 و وب 2 هستش که اکتیو آب و هرسی هستن. بریم سراغ کانفیگ خود اچ پروکسی. توی کانفیگ خود اچ پروکسی یه چند تا سکشن داریم که اولیش گلوبال هستش که نحوه لاگا رو مشخص میکنه که به صورت std out داخل کانتینر میتونیم ببینیم. دیفالت داره که لاگش گلوبال، مود http داره کار میکنه چه پروکسی و لاگایی که قراره بزنه از نوع http هستش که ریکوست ها رو داخلش مشخص بکنه و آپشن دو نات لاگ نال یعنی مقادیری که ریکوست هایی که از جاهای دیگه به سمت اچ پروکسی میاد و خیلی اهمیت نداره لاگ نکنه. شامل هلس چک هایی که از سمت انجینکس یا بک اند هایی که پشت اچ پروکسی هستش. یه سری مقادیر برای تایم اوت ها هستش که حالا باز اینا رو توی ویدیوهای بعدی دونه دونه توضیح میدیم که به چه درد ما میخوره و این عددهایی که براشون مشخص میکنیم چقدر باید بذاریم. یه فرانتی باید مشخص کنیم به اسم فرانت HTTP فرانت که حالا به دلخواه اسم
باید بایندش کنیم به پورت 80 که توی داکر کامپوز هم داشتیم و یه دیفالت بکندی بهش دادیم به اسم وب آندرلاین بکند که حالا این بکند وب آندرلاین بک داخلش دوتا سرور داره به اسم وب 1 و وب 2 که همون کانتینرهای انجینیکس همون هستن که روی پورت 80 اومدن بالا و بالانس ران روی یعنی به صورت مساوی ترافیک رو بین وب 1 و وب 2 تقسیم میکنه. و این چکی هم که اینجا نوشتیم برای اینکه توی استاتس هم شما میبینید سبز شده میاد این هلس چکی روی پورت 80 وب 1 و وب 2 انجام میده و تا موقعی که پورت 80 لیسن باشه روی کانتینرمون اینجا ما سبز میبینیم. پایین ترم که خود استاتس چه پروکسی هستش که روی پورت 8404 اومده بالا، این هم مودش HTTP هست، فعالش کردیم، روی URI اسلش اومده بالا و هر 10 ثانیه یک بارم که رفرش میشه. حالا برای اینکه ما لاگ ریکوستان رو ببینیم از دستور داکر لاگز داش fh پروکسی استفاده میکنیم. همونطوری که میبینید صفحه استاتس اچ پروکسی که ما اینجا باز کردیم هر 10 ثانیه یک بار داره رفرش میشه و ما لاگش رو داریم میبینیم که میبینید استاتس نوشته اینجا، منظورش همون استاتس اچ پروکسی هست که هر 10 ثانیه یک بار داره یه لاگ جدید جنریت میکنه. برای اینکه حالا لاگ ریکوستامون رو ببینیم ما روی همین پورت روی آی پی وی اممون یه ریکوست میزنیم به پورت 80ش. همونطوری که میبینید صفحه انجینیکس اون رو برامون آورد بالا و توی لاگ ها اگر نگاه بکنیم دوتا ریکوست اومد به وب 1 و وب 2 و اگه من مدام این صفحه رو رفرش بکنم میبینید که ترافیک بین وب 1 و وب 2 همونطور داره تقسیم میشه. یک بار دیگه بزنم وب 2 و مساوی ترافیک بین وب 1 و وب 2 تقسیم میشه. توی استاتس هم اگه بیایم میبینید که روی وب 1 و وب 2 سشن هایی که اومده سمتشون رو به ما نشون میده و حالا مقادیر دیگه ای که اینجا هست. پس همونطوری که دیدیم یه چه پروکسی اومد بالا، دوتا انجینیک پشت سرش بود و ترافیک رو بین انجینیکس همون تقسیم کرد چه پروکسی ما. ممنون توجهتون، تا ویدیوی بعد.